کشاورز رفت پیش آسیابان یک مقداری گندم رو قرض کنه. مثلا آسیابان هم این مقداری گندم میریزه توی دستمالی، گره میزنه میده بهش. یا همینطور که میاد تو مسیر دعا میکنه خدایا به حق عزتت گره از مشکلات مردم بگشا، گره از این بحرانی که ایجاد شده بگشا، گره از این دردها، گره از این حقدها، کینه ها، حسدها، عقده ها. اینقدر گره کرد تا گره دستمال باز شد، همه گندم ها ریخت رو زمین، به شدت به هم ریخت. رو کرد به خدا گفت سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی؟ من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بگشای گندم را بریز؟ آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودن دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمد، یک گره بگشودی آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. برگشت گندم‌ها رو جمع کنه، چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتادی یکی همیان زر. همون جایی که گندم‌ها ریخته بود کیسه زری رو پیدا کرد. یه صدایی در درون بهش گفت تو مبین، تو مبین اندر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. عقل را خود با چنین سودا شکار، کر مادرزاد را سرنا شکار. سجده کرد و گفت که رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود؟ هر بلایی کس تو آید رحمتی است، هر کرا فقری دهی آن نعمتی است.